خانم آقایان سلام. امروز قراره درباره ایده قانون اساسی سخن بگم. در این مورد که وقتی از قانون اساسی حرف میزنیم در واقع از چی حرف میزنیم؟ قانون اساسی رو به عنوان معادلی برای واژه انگلیسی کانستیتوشن به کار میبرم. فرانسویش میشه کنستیتوسیون. این تعبیر فرانسویش یعنی کانستیتوسیون کاربردش در زبان فارسی سابقه داره و به عصر مشروطه برمیگرده. حالا میخوایم ببینیم که این کانستیتوشن قانون اساسی یا به یک تعبیر اساس حقوقی کشور به چه معناست. سعی میکنم به شیوه‌های مختلف به ایده قانون اساسی نزدیک بشم تا فهمی حتی المقدور واضح‌تر از این مفهوم مهم به دست بیاریم. اولین گام برای شناخت ایده قانون اساسی به نظرم فهم تمایز بین معنای کهن کنستیتوسیون و معنای جدید کنستیتوسیونه. کانستیتوشن، قانون اساسی، اساس حقوق کشور هم یک معنای کهن داره و یک معنای جدید. این دو رو باید از هم دیگه تفکیک کرد. وقتی از معنای کهن کنستیتوسیون حرف میزنیم در واقع مرادمون فهم سرشت سیاسی یک کشوره، ماهیت یک کشور، شرایط سیاسیش. به این معنا کنستیتوسیون یک معنای توصیفی داره، یعنی شما به این واسطه سعی میکنید توصیف بکنید شرایط سیاسی یک کشور رو در دنیای قدیم، مثلا در روم باستان یا در یونان باستان. اما معنای جدید کنستیتوسیون، معنای جدید قانون اساسی در اواخر قرن 18 ظهور میکنه با انقلاب فرانسه و همچنین با قانون اساسی ایالات متحده. به این معنا وقتی که از قانون اساسی سخن میگیم مرادمون صرفاً یک امر توصیفی نیست. قانون اساسی امری تجویزی اساساً، یعنی قانون اساسی به معنای جدید آنچنان که در دنیای مدرن شکل میگیره، قانون اساسی فرانسه ایالات متحده یه امریه که هنجاری و تجویزیه، باید و نباید داره، ایجاد حق میکنه، ایجاد وظیفه میکنه، برای مقامات مثلا وظایف ایجاد میکنه، دیگه صرفا توصیفی نیستش، هنجاریه. برای شهروندان حقهایی رو تضمین میکنه، یک کارکرد انشایی اجرایی داره. خب این قانون اساسی به مفهوم مدرن در اواخر قرن 18 ظهور میکنه، همونطور که عرض کردم. چرا این زمان؟ دلایل مختلفی داره، دلایل اجتماعی، سیاسی، حقوقی مختلفی داره. از جمله دلایل اینه که دیگه در عصر جدید دین نمیتونه مبنای مشروعیت جامعه سیاسی باشه و در نتیجه قسمی قرارداد اجتماعی دیگه در دنیای جدید قراره مبنایی فراهم بکنه برای مشروعیت قدرت سیاسی. حالا که دین دیگه برخلاف دنیای قدیم نمیتونه مشروعیت بیاره، در اواخر قرن 18 ایده مبتنی بر قرارداد اجتماعی، ایده یک قانون اساسی قراره که مشروعیت قدرت رو تأمین کنه. و نکته خیلی خیلی مهم اینه که برای اینکه این مشروعیت تأمین بشه، مؤلف قانون اساسی، نویسنده قانون اساسی کیه؟ مؤلف قانون اساسی کیه؟ مردم. این بسیار بسیار مهمه. مردم مؤلف قانون اساسی هستن. مردم اینجا به مثابه قدرت مؤسس این نظم سیاسی رو تأسیس میکنن و اساس حقوقیش رو بنیان میگذارن. قانون اساسی رو تألیف میکنن. این نکته رو در همون شروع قانون اساسی ایالات متحده به خوبی میبینید. قانون اساسی ایالات متحده این گونه شروع میشه که ما مردم، we the people، ما مردم ایالات متحده به منظور تشکیل یک اتحاد کاملتر، استقرار عدالت، حصول اطمینان از آرامش داخلی، تأمین دفاع مشترک، ارتقای رفاه عمومی و به منظور حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگانمان این قانون اساسی را برای ایالات متحده آمریکا وضع و برقرار می‌کنیم. مؤلف این قانون اساسی به مفهوم جدید که یک امر هنجاری
تجویزی اولم و به ذات مردم هستند. مردم واضحن، مردم انشاء میکنند این قانون اساسی رو. حالا کمی با تعریف‌های لغوی از قانون اساسی دست و پنجه نرم کنیم. به این منظور فکر میکنم بد نیست به تعریف واژه‌نامه آکسفورد از کانستیتوشن رجوع بکنیم. طبق این تعریف کانستیتوشن، قانون اساسی، اساس حقوقی، عبارت است از مجموعی از اصول بنیادین که طبق اون جامعه سیاسی تأسیس میشه و بر اساس اونها حکومت میشه. حکمرانی بر اساس این اصول شکل میگیره. این قانون اساسیه. اما خود کانستیتوشن یه معنای دیگه هم داره. توی این فرهنگ آکسفورد بلافاصله پس از این معنای اول معنای دوم رو ذکر کرده. توی واژه‌نامه آکسفورد نوشته در مورد قانون اساسی نوشته شده واژه کانستیتوشن گاهی اوقات برای ارجاع به خود اون سند به کار میره. ما وقتی میخوایم خود اون سند رو هم بنامیم که اون اصول بنیادین درش ذکر شده، واژه کانستیتوشن یا قانون اساسی رو به کار میبریم. بنابراین این دو معنای قانون اساسی چیه؟ توی واژه‌نامه آکسفورد به یک معنا، مثلا از قانون اساسی ایران اگر بخوایم حرف بزنیم، میتونیم بگیم قانون اساسی عبارت است از به معنای اول مجموعه اصول بنیادینی که این جامعه سیاسی بر اساس اونها تأسیس شده و اداره میشه، حکومت میشه، و به معنای دوم اون سندیه که در سال 1358 تدوین شد در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و حاوی اون اصوله. به خود اون سند هم میگیم قانون اساسی. توی زبان انگلیسی وقتی میخوان اشاره بکنن به این معنای دوم، یعنی قانون اساسی و مساوی یک سند، ابتداش سی بزرگ به کار میبرن. کانستیتوشن رو با سی بزرگ مینویسند، برخلاف معنای اول که همون سی کوچیک. دقت بکنید همه نظام‌های حقوقی مدرن به معنای اول کانستیتوشن یا قانون اساسی دارن، از جمله انگلستان. حتما شنیدید برخیا میگن انگلستان قانون اساسی نداره. انگلستان به معنای اول کشور با اساسیه، اساس حقوقی خیلی محکمی داره. به معنای اول قانون اساسی داره، یعنی مجموعی از اصول بنیادین داره که کشور، جامعه سیاسی بر اساس اونها تأسیس شده، که کشور بر اساس اونها اداره میشه. این اصول بنیادین رو داره انگلستان. اما انگلستان قانون اساسی به معنی دوم نداره، یعنی یک سند واحد کدیفاید شده، تدوین شده که همه اون اصول به شکل واحد درش گنجونده شده باشه. خب قانون اساسی به معنی مدرن گفتم که یک امر تجویزیه و همه کشورهای دنیا الان قانون اساسی دارن، اساس حقوقی دارن. با وجود این دقت بکنید از جمله کشورهای اقتدارگرا هم در دوران ما قانون اساسی دارن. اگرچه قانون اساسی در قرن 18 در اواخر قرن 18 در قانون اساسی فرانسه و ایالات متحده سوی دموکراتیک داره، اما به ویژه در قرن 20 نظام‌های سیاسی اقتدارگرا هم علاقمند شدن به تدوین قانون اساسی، به اینکه قانون اساسی بنویسن تا برای خودشون، برای قدرتشون همچین مشروعیتی دست و پا کنن، دست کم در ظاهر. دقت میکنید. بنابراین واقعیت اینه که در جهانی که ما زندگی میکنیم هم نظام‌های دموکراتیک هم نظام‌های اقتدارگرا قانون اساسی دارند. جرمی والدرون، فیلسوف حقوق درجه 1 و معرکه، به این نکته اشاره میکنه و خیلی دقیق و جذاب تفاوت قوانین اساسی اقتدارگرا و دموکراتیک رو با مخاطبانش در میون میگذاره. در اقتدارگرایی به نظر والدرون قانون اساسی میاد چیکار میکنه؟ اون کسانی که طبیعتاً قدرت رو در دست دارن توی جامعه، قدرت اونها رو بهش جنبه حقوقی میده، فرمالایز میکنه. ولی توی دموکراسی یه اتفاق خیلی مهم رخ میده. قانون اساسی به کسانی قدرت میده که در غیر این صورت بدون این اساس دموکراتیک فاقد قدرت بودن. یعنی کی؟ یعنی به مردم عادی. مردم عادی که در طول تاریخ عامل به حساب نیومدن توی اکثر تاریخ. و از قضا
توانمند کردن اینها دشواره. این امر دموکراتیک خیلی دشوار و جذابه. اینکه اقویا قدرت رو بگیرن و قانون اساسی مثلا قدرتشون رو فرمالایز بکنه و بهش جنبه حقوق بده، خب این مسیر خیلی ساده تر و البته از نظر ما منحتیه. اما اینکه مردم عادی مثلا فرودستان توانمند بشن، قدرتمند بشن، این بسیار مهمه، چون طبیعتاً اینگونه نخواهد بود و باید مراقبت بشه مدام تا قدرت در دست اونها بمونه، تا اونها منشأ قدرت باشن. باید مراقبت بشه از یک قانون اساسی دموکراتیک، چون ببینید برابری دموکراتیک برخلاف اقتدارگرایی امر شکننده‌ایه. هم ایجادش نیاز به دقت داره، هم اینکه باید مدام کل جامعه سیاسی، کل شهروندان از این برابری دموکراتیک و از این اساس دموکراتیکی که به وجود آوردن مراقبت بکنند. به این معنا این قانون اساسی دموکراتیک که مؤلفش مردم هستند و از مردم به مثابه قدرت مؤسس مشروعیت میگیره، میتونه به معنای مدرن مبنایی باشه برای قسمی وطن دوستی خیلی مترقی، وطن دوستی که مبتنی بر قرارداده. افراد مختلف بر اساس این قانون اساسی خودشون رو متعلق به یک مردم که پروژه مشترکی دارند میدونن بر اساس این قانون اساسی. افراد خیلی غیر همگن، افراد خیلی متکثر رو این قانون اساسی باید بتونه وحدت ببخشه. و اینجا هم روشنه که قانون اساسی اگر خیلی مثلا اگر سویای ایدئولوژیک داشته باشه و اینها، مخل این وحدت بخشیدن به امر متکثره. قانون اساسی باید در برگیرنده و شامل باشه، بتونه مبنایی باشه برای اینکه هر شهروندی فارغ از نژاد و جنسیت و دین و باورش احساس تعلق بکنه به این جامعه سیاسی. قانون اساسی دموکراتیک قراره این کار رو بکنه. خب حالا من در ادامه چند تا تعبیر به کار میبرم برای اینکه کمی به واسطه این تعابیر به فهم قانون اساسی نزدیکتر بشیم. همونطور که توی تعریف فرهنگنامه آکسفورد دیدیم، قانون اساسی بیان کننده اصول بنیادین حکومته. در قانون اساسی اصول بنیادین حاکمیت سیاسی، اصول بنیادین اقتدار سیاسی گنجونده شده. به این معنی قانون اساسی قراره که چارچوبی برای سیاست مهیا بکنه. نظام حکمرانی رو قانون اساسی برقرار میکنه و به این نظام حکمرانی قراره که سامان بده، قوای مختلف رو مشخص بکنه، نهادهای مختلف رو مشخص بکنه و روابط اونها و مسائلی از این دست. قانون اساسی به یک معنا بیانیه مأموریت یک ملت دولته. بیانیه مأموریت که درش نوع حکومت میاد و اصول و ارزش‌های بنیادین اون ملت دولت رو بیان میکنه و از جمله حقهای مردم رو اعلام میکنه. دقت میکنید یه بیانیه مأموریتیه که این ملت دولت میخواد چیکار بکنه، چه اصولی داره، چه ارزش‌هایی داره، این پروژه مشترک این مردم، این پیپل چیه. این خیلی مهمه. مثلا توی همین قانون اساسی جمهوری اسلامی اگر بنگرید، پس از مقدمه قانون اساسی، اصل دوم قانون اساسی گفته که جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به 6 چیز: خدای یکتا که همون حالا توحیده، دوم وحی الهی، سوم معاد، چهارم عدل، پنجم امامت که خب این 5 تا همون اصول مذهب از منظر شیعه هست دیگه، و ششم کرامت و ارزش والای انسان ها. و بعدش میگه که این اصول چگونه مثلا قراره محقق بشه. یا مثلا اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی در بندهای مختلفی در 16 بند اهداف این ملت دولتی که تأسیس شده رو برمیشمره. قانون اساسی بیانی مأموریت به این معنا، مبین اصول و اهداف و ارزش‌های اساسی یک ملت دولت. و به این معنا خیلی خیلی مهمه که قانون اساسی به درستی موازنه برقرار کنه بین این ارزش‌های مختلف
مثلا بین نظم و آزادی. باید بتونه موازنه این مطلوب برقرار کنه تا مردم بتونن زیستن در یک نظم آزادانه رو تجربه کنن. رسیدن به این خیلی دشواره. این یه پروژه مردم ایران از عصر مشروطه بوده و کماکان ادامه داره. میدونید که اصل نوع قانون اساسی روی کاغذ خیلی قابل توجه به این موازنه میپردازه. اصل نوع قانون اساسی میگه که در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کنه. هیچ مقامی، یعنی مجلس، شورای عالی امنیت ملی نمیتونه اینا آزادی‌های مشروع رو طبق این اصل به نام تمامیت ارضی سلب بکنه. این اصل مهمیه که خب روی کاغذ هست و در عمل خب یک ماجرای دیگه ای داره. بنابراین به یک معنا قانون اساسی بیانیه مأموریت. به یک معنای دیگر رفقا، قانون اساسی کشور در واقع همونطور که از عنوانش پیداست اساسنامه اون کشوره. اساسنامه اون کشور. دیدید شرکت ها، مثلا شرکت های تجاری اساسنامه دارن که درش ذکر شده که این شرکت چه نهادهایی داره، چطور قرار اداره بشه، قدرت درش چطور توزیع میشه و روابط میان نهادهای مختلف چجوری تنظیم میشه. قانون اساسی هم به یک معنا اساسنامه کل کشوره. قانون اساسی رو میشه اینطور فهمید. یعنی میاد قانون اساسی قدرت ها رو مشخص میکنه، قوا رو مشخص میکنه، کارکردهاشون رو مشخص میکنه، وظایف و اختیاراتشون رو مشخص میکنه، توزیع میکنه قدرت رو از این طریق و محدودیت هایی ایجاد میکنه بر قدرت نهادها، سازوکارهای نظارت مهیا میکنه، سازوکارهای پاسخگوسازی فراهم میکنه و سعی میکنه که در قدرت سیاسی موازنه‌ای به دست بیاره. یه قانون اساسی مطلوب و دموکراتیک باید به خوبی چنین کار بکنه. یه تعبیر دیگر رو هم مایلم به کار ببرم تا به فهم قانون اساسی نزدیکتر بشیم. قانون اساسی به یک معنا نقشه قدرت. ببین شما الان این قانون اساسی جمهوری اسلامی که نگاه میکنید یا قانون اساسی ایالات متحده یا قانون اساسی فرانسه، به یک معنا انگار به دقت نقشه قدرت در این کشورها رو تماشا میکنید. خب توی قانون اساسی دموکراتیک این قدرت شروع این نقشه اینه که از مردم منشأ میگیره، از مردم ناشی میشه و بعدش کانالیزه میشه توی قوای مختلف، قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه و قدرت اجتماعی اینگونه به قالب حقوق در میاد و چه حقوقی پیدا میکنه. اما این قانون اساسی نقشه قدرته. با وجود این رفقا، این نقشه قدرت شاید کاملا دقیق نباشه. شاید این نقشه قدرت با اون چیزی که در عمل رخ داده تفاوتایی داشته باشه و شما این نقشه رو وقتی رجوع بکنید اصلا شما رو گمراه کنه در مورد واقعیت امور. امکان داره که بین قانون اساسی روی کاغذ و قانون اساسی اساس حقوقی در عمل شکاف بنیادینی وجود داشته باشه و شما وقتی متن اون سند قانون اساسی رو میخونید اصلا یه نقشه خیلی گمراه کننده از قدرت رو براتون ترسیم بکنه. توی هیچ کشوری رفقا نقشه قدرت آنچنان که توی قانون اساسی اومده مو به مو تطبیق نمیکنه با آنچنان که داره عمل پیاده میشه. ولی اگر به میزان کافی تطابق وجود نداشته باشه ما واقعا نمیتونیم از یک کشور با اساس سخن بگیم، یا به تعبیر دقیق‌تر نمیتونیم بگیم که این کشور یه اساس حقوقی مطلوب داره. با وجود این دقت بکنید قانون اساسی گفتیم نقشه قدرته، اما این نقشه کمی نقشه کلیه. دیدید تو این گوگل مپ و اینها این نقشه کلی تره به میزانی و خیلی وارد جزئیات نمیشه. قانون اساسی یه سند پراگماتیکه. قرار نیست که
نقشه دقیق جامعه عادلانه باشه و همه جزئیات رو پیش بینی کنه. اصلا قرار نیست چنین باشه. قانون اساسی مبانی قدرت عمومی رو ذکر میکنه، نه همه چیز رو. یه سری اصول غیر قابل نقضی که باید تو این جامعه سیاسی رعایت بشه. قرار نیست که همه چیز رو بیاره. طولانی ترین قانون اساسی هند 395 اصل داره. این قوانین اساسی که طولانیان مثل قانون اساسی هند باید اصلاحشون رو خیلی ساده در نظر بگیرن و قانون اساسی هند از زمان تصویبش تا حالا حدود 100 بار اصلاح شده. چون اگر قانون اساسی خیلی وارد جزئیات بشه و اصلاحش هم دشوار باشه، اصلا کشور رو منجمد میکنه. نسل‌های مختلف اصلا بحران ایجاد میکنه. این نقشه باید تو یک میزان کلیتی بمونه. و ببینید رفقا، من از جهاتی حدس میزنم که ما ایرانی ها، حالا این تعبیر ما ایرانی ها خیلی میتونه دقیق نباشه چون تکثر رو میتونه در نظر نگیره، اما از سوی خب یک ملت هم به مثابه گروه اجتماعی شاید برخی ویژگی ها رو داشته باشه. من حدس میزنم ما این علاقمون به کتابت خیلی زیاده. خیلی میخوان همه چی رو مکتوب بکنن. خیلی این خطر که یه قانون اساسی خیلی زیادی وارد جزئیات بشه و کشور رو منجمد کنه وجود داره. دیدید مثلا تو ایران گروه‌های سیاسی وقتی میخوان مانیفستشون رو بیان کنن خیلی وارد جزئیات میشن، خیلی پرگوان، خیلی پرحرفن. این پرگویی و پرحرفی میتونه مخاطره‌آمیز باشه. قانون اساسی باید ساده باشه. اصول بنیادین رو ذکر بکنه. قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به نظر من بیش از اون چیزی که باید وارد جزئیات شده، حالا جدا از نقدی که توی همون سطح کلی بهش وارده. اینم یک نکته. یه تعبیر دیگر رو هم میخوام برای فهم قانون اساسی به کار ببرم. قانون اساسی گفتم که اساسنامه هستش، نقشه قدرت، بیانیه مأموریت یک ملت دولته. و حالا این تعبیر رو دقت بکنید. قانون اساسی به یک معنای خیلی جالب اتوبیوگرافی قدرته. توی قانون اساسی یه ملت دولت داره خودش رو روایت میکنه. این اتوبیوگرافی قدرته. به ویژه مثلا توی مقدمه قانون اساسی این گونه هستش. و ببینید مثل اون چیزی که در مورد نقشه قدرت گفتم، این وجه اتوبیوگرافیک قانون اساسی هم همیشه دقیق نیست. خیلی مواقع قانون اساسی حاوی یک سری اوهامه، حاوی یک سری اسطوره هاست، حاوی یک سری افسانه هاست. البته بین این اسطوره ها و اوهام باید تفکیک قائل شد. میدونید همواره واقعیت رو بیان نمیکنه. خیلی مواقع فضیلت هایی به ملت نسبت میده که تو تاریخ وجود نداره. خیلی مواقع خیلی از رذیلت ها رو حذف میکنه. مثل یک آدمی که داره زندگی نامه خودش رو مینویسه و خیلی سوگیرانه است. قانون اساسی هم این وجه اتوبیوگرافیکش خیلی سوگیرانه ممکنه باشه. ممکنه فضیلت هایی رو نسبت بده که اصلا تو تاریخ ملت خیلی پررنگ نیستش. ممکنه یه سری رذیلت ها رو حذف کنه. مقدمه های قوانین اساسی این گونه هستن. یه سری چیزها رو میپوشونن، یه سری چیزها رو سعی میکنن برجسته بکنن، یه سری چیزها رو اصلا سعی میکنن وضع بکنن. و به هر روی توی مقدمه قانون اساسی این اتوبیوگرافی جمهوری اسلامی رو میتونید در جاهای مختلف ببینید. روایت خودش رو. این روایت از جهاتی ناظر به گذشته هستش. مثلا توی این بخش تلیه نهضت آورده اعتراض در همکوبندی امام خمینی به توطئه آمریکایی انقلاب سفید که گامی در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و غیره بود. مینید داره بیوگرافی ملت رو از منظر خودش روایت میکنه. و بعدش توی حکومت اسلامی میگه طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص، یه چیزایی رو در مورد گذشته این ملت بیان میکنه. اما نه فقط گذشته ملت، چیزهایی رو هم در مورد آینده ملت ذکر میکنه. مثلا تو قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه که قانون اساسی تضمینگر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادیه. بعدش حضورتون عارضم که میگه مثلا اقتصاد وسیله باید باشه نه هدف. چیزهایی رو در مورد زن بیان میکنه، در مورد ارتش مکتبی. میگه در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور
توجه بر اون است که ایمان و مکتب اساس و ضابطه باشد و ایده جهاد رو مطرح میکنه. می‌بینید چیزهایی رو در مورد آینده کشور هم ذکر میکنه، سعی میکنه این اتوبیوگرافی چیزهایی در مورد آینده هم قراره بگه. و البته همونطور که گفتم اتوبیوگرافی توی قانون اساسی میتونه مثل زندگی نامه خودنوشته اشخاص سوگیرانه باشه. خب من یه سری تعبیر عام رو برای فهم قانون اساسی به کار بردم. در ادامه میخوام حالا به دقت به سرشت حقوقی قانون اساسی نزدیک بشیم. الان فکر میکنم با این تعابیر مختلف از مسیرهای متفاوت تا حدی به ایده قانون اساسی نزدیک شدیم. میخوام در ادامه کمی درباره ویژگی‌های حقوقی قانون اساسی سخن بگم. خیلی مهمه که این ویژگی‌ها رو هم به دقت بشناسیم. خب از حیث حقوقی، اولا قانون اساسی در رأس سلسله مراتب قوانین کشور قرار داره. گفته میشه که قانون برتره. یعنی مثلا قانون اساسی از قوانین عادی، منظورم از قوانین عادی اون قوانین مصوب مجلسه، برتر شمرده میشه و خود این قوانین عادی هم مثلا از مقررات، از آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که قوه مجریه یا دیگر قوا تنظیم میکنن برترن. توی قوانین کشور یک سلسله مراتبی وجود داره که در رأس این سلسله مراتب قانون اساسی قرار داره. یعنی قرار اعتبار حقوقی ریشه در قانون اساسی داشته باشه. قانون اساسی قراره که شرایط رو برای اعمال قدرت مشروع مهیا بکنه. قانون اساسی قراره شرایطی مهیا بکنه برای اینکه قدرت مقامات، قدرت پادشاه، قدرت رهبر، قدرت رئیس جمهور، نخست وزیر، وزرا، قضات، قدرت مشروع باشه و قدرت خودسرانه نباشه. قانون اساسی بنابر ادعا میخواد یه چارچوب هنجاری برای اعمال قدرت مشروع مهیا بکنه. دقت میکنید بر این اساس مقامات و ماموران، صاحبان قدرت در کشور، در قبال شهروندان هیچ قدرتی ندارن مگر اینکه مقررات و قوانین به اونها این قدرت رو داده باشه، اعطا کرده باشه و اون هم در نهایت ریشه در قانون اساسی داشته باشه. چنین قدرتیه که مشروع شمرده میشه. مثلا فرض کنید که من توی خونم نشستم، چند تا ضابط دادگستری، چند تا مأمور نیروی انتظامی در خونه رو میشکنن و وارد خونه میشن، منو توقیف میکنن، منو بازداشت میکنن. پرسش اینه که خب من یه شهروند آزاد و مستقلم، این مأموران از کجا قدرتشون مشروعیت میگیره که وارد خونه بشن و من رو دستگیر بکنن؟ از کجا مشروعیت میگیره؟ وقتی این رو میپرسم امکان داره که یک دستور جلب رو به من نشون بدن که این دستور جلب رو یک مقام قضایی، مثلا یک بازپرس صادر کرده. بنابراین قدرت این مأموران به من قراره بر اساس اون دستور جلب مشروعیت بگیره. ولی خب بازپرس هم یک شخص دیگه است. این بازپرس کجا این قدرت رو به دست آورده که بر من اعمال بکنه و به عده‌ای از افراد دستور بده که بریزن تو خونه من رو بگیرن؟ از کجا به دست آورده؟ اینجاست که وقتی از بازپرس میپرسم، بازپرس میگه ببین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مجلس این قدرت رو به من داده، پس قدرت من مشروعه. بنابراین نمایندگان مجلس نشستن قانون آیین دادرسی کیفری رو تصویب کردن که به بازپرس اجازه داده که دستور جلب من رو صادر بکنه که بعدش بر اساس اون ضابطان دادگستری من رو جلب بکنه. حالا پرسش اینه که قدرت خود این نمایندگان از کجا ناشی میشه؟ خود این نمایندگان چرا بر اساس مثلا یه قیام و قعود میتونن چیزی رو پیش بینی کنن، چیزی رو بهش اعتبار حقوقی ببخشن که در نهایت به سلب آزادی من بیانجامه؟ اگر از نمایندگان بپرسم، اونا میگن ببین قانون اساسی گفته که طرح این گونه به مجلس ارائه میشه، لایحه این گونه ارائه میشه، ما تصویب کردیم، بعد شورای نگهبان تاییدش کرده و این لباس قانون به خودش پوشونده، این قانون آیین دادرسی کیفری.
نمایندگان مجلس میگن قدرت ما از قانون اساسی نشأت میگیره. و حالا البته یه پرسش خیلی اندیشه سوز و دشوار است که خود قانون اساسی از کجا مشروعیت میگیره، که این یه پرسش دیگه فلسفیه و من الان نمیخوام بهش بپردازم. بنابراین رفقا دقت بکنید، اگر یک قدرتی، قدرت حالا پادشاه، رهبر، هر کسی، قاضی، بازجو، اگر مبنای حقوقی نداشته باشه، مشروعیت حقوقی نداشته باشه، یعنی یک قانونی که در نهایت ریشه در قانون اساسی داره یا خود قانون اساسی مستقیما به اون قدرت مشروعیت نداده باشه، اون قدرت نامشروعه، مثل یه قدرتی که سارق داره بر من اعمال میکنه. همون مثال رو دقت بکنید، این که ضابطان دادگستری میریزن توی خون من رو میگیرن، این فرقش چیه با اینکه یه مشت سارق مسلح بریزن تو خونه و من رو بگیرن یا اموال من رو ببرن؟ فرقش چیه؟ فرقش از حیث حقوقی، حالا کاری به مباحث فلسفی حقوق ندارم، اینی که اینجا مجموعی از قوانین وجود داره که در نهایت ریشه در قانون اساسی داره که به این قدرت مشروعیت میده، اما نظیر این در مورد اون سارقان وجود نداره، در مورد اون خفتگیره وجود نداره، در مورد اون زورگیره وجود نداره. بنابر ادعا، بنابراین دقت میکنید، اگر یک مقام هم خارج از قدرتی که قانون و از جمله قانون اساسی به او داده عمل بکنه، قدرتش بر من نامشروعه، همچنان که قدرت یک سارق بر من نامشروعه، اعمال قدرت یک راهزن بر من نامشروعه. قدرتی که مبنای حقوقی نداشته باشه یا از حدود حقوقی فراتر بره میشه قدرت غیر مشروع، قدرت خودسرانه. یه واژه لاتین برش وجود داره، اولترا وایرس. اولترا وایرس یعنی همین قدرت که مبنای حقوقی نداره یا از حدود قانونی فراتر رفته، این قدرت خودسرانه هستش. البته حالا من توی فلسفی حقوق میتونم نشون بدم که گاهی اوقات اصلا خود نظام حقوقی هم خودسرانه هست. اون یه بحث دیگه است. توی یک نظام حقوقی دموکراتیک داره اساس حقوقی، قدرت‌ها اینگونه مشروعیت حقوقی میگیرن. بنابراین قانون اساسی شرایط هنجاری برای اعمال قدرت مشروع، اعمال مشروع قدرت مهیا میکنه. و این خیلی مهمه. توی کشوری که اساس حقوقی داره، رفقا، مقامات و مردم بر اساس زورشون که روبرو نمیشن، بر اساس استدلال روبرو میشن، نه بر اساس اقتدار، بر اساس قدرت و زورشون. اونها صرفاً تا جایی میتونن در امور مردم مداخله کنن که ریشه در قوانین دموکراتیک داشته باشه و رسیدن به این برای کشور از جمله ایران بسیار بسیار مهمه. خب قانون اساسی به این معنا یه اثری داره که میتونیم اون رو توی قوانین اساسی دموکراتیک وجه استبداد ستیزانه قانون اساسی بشماریم، بنامیم. قانون اساسی قراره که قدرت رو محدود بکنه، چون همونطور که گفتم قدرت مقامات، حالا کشوری که پادشاه داره، رهبر داره، رئیس جمهور داره، هر چی داره، قرار محدود باشه به قانون اساسی. یعنی قدرت بیرون از قانون اساسی دیگه اولترا وایرس و قدرت خودسرانه هستش، قدرت غیر مشروعه. قانون اساسی قرار قدرت رو محدود بکنه و به این وسیله سهم داشته باشه در تحقق ایده حکومت قانون، ایده رول اف لا. ایده حکومت قانون یعنی این که زندگی ما رو، امور جمعی ما رو، سرنوشت ما رو قانون، حالا تو معنای دموکراتیکش قانون برآمده از اراده مردم، تنظیم بکنه، تعیین بکنه، نه اراده خودسرانه حاکم، اراده خودسرانه پادشاه، رهبر، رئیس جمهور، قاضی، بازجو و اینها. قانون اساسی بایستی قدرت رو محدود بکنه. یکی از طریق اینکه اختیارات رو تعیین بکنه و یه شیوه خیلی مهم دیگه برای محدود کردن قدرت وجود داره و اونم اعلام حقهای شهروندان، حقهای مردم، حقهای اشخاص در قانون اساسی. وقتی شما حق رو در نظر میگیرید، یعنی چی؟ یعنی این حق رو اگر یک نظام حقوقی تضمین بکنه، این حق قدرت رو محدود میکنه. وقتی که حق آزادی بیان من تضمین بشه، خب قدرت از این حیث محدود میشه که دیگه نمیتونه در قلمروی بیان آزاد من مداخله کنه و اون رو محدود بکنه. پس
محدود کردن قدرت هم از طریق تعیین اختیارات و هم از طریق تضمین حقها. حق و بنجامین کنستان میگفت اصلا تعریفش از حق این بود. فهم خیلی مهمیه. تعریف که نه، این قرار سرشت حق رو خیلی خوب به ما نشون بده. میگفت این هیته قلمرویی که قدرت نمیتونه درش نفوذ بکنه. حق شخصی من، بیان آزاد من، حق بر دادرسی عادلانه من، حق بر شکنجه نشدن من، حق شرکت در اجتماعات، اینا اموری که دیگه قدرت نباید توش نفوذ کنه. پس حق هم قدرت رو محدود میکنه. دقت میکنید؟ و این بسیار مهمه. و رفقا، واقعیت اینه که ما هنوز به لحاظ تاریخی، ما ملت ایران به رغم اینکه بیش از 100 سال پیش، بیش از یک قرن پیش اون ماجرای درخشان مشروطه رقم خورد، هنوز به این محدود کردن قدرت نرسیدیم. چه در عصر پهلوی، چه پس از اون در دوره جمهوری اسلامی. در عصر پهلوی واقعیت اینه که اراده شاه حاکم بود. شاه همچنان که محمد باهری وزیر دادگستری در دوره‌ای ذکر کرده، امر حقوقی و قانونی براش جذاب بود، ولی به عنوان یه چیز لوکس. تا جایی حقوق براش جذاب بود که با اراده شاهانه مغایرت نداشته باشه. اگه یه چیزی رو میخواست، انتظار داشت که برآورده بشه و یه کسی با استناد به حقوق در مقابل اراده او نایسته. بعد از انقلاب هم فارغ از این که قانون اساسی چی میگه و تفسیر درست از قانون اساسی چیه، در عمل اگر شما به رویه‌های رسمی بنگرید، قدرت ولی فقیه به قانون اساسی محدود نمیشه اصولا. در عمل این تفسیر خودش رو محقق کرده. بنابراین این وجه خیلی مهمه. این وجه محدود کردن قدرت خیلی مهمه. اصلا کار قانون اساسی همینه و ما به مثابه یک ملت هنوز به این نرسیدیم. و حالا برسیم به آخرین نکته که میخوام در مورد این سرشت حقوقی قانون اساسی براتون بیان کنم. این ویژگی قانون اساسی که میخوام باتون در میون بگذارم برای فهم سرشت حقوقی ایده کانستیتوشن خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره. و این ایده کاملا مرتبطه با اون چیزایی که پیشتر گفتم در مورد قانون اساسی، یعنی اینکه قانون اساسی در رأس سلسله مراتب قدرت و شرایط رو برای اعمال قدرت مشروع بیان میکنه. ایده این هستش که قانون اساسی به یه تعبیر بسیار دقیق قراره که یه سری امور رو در کشور تثبیت بکنه. برای اینکه مرادم از این تثبیت رو بیان کنم، خیلی خوبه که به واژه انگلیسیش رجوع بکنیم. entrenchment. قانون اساسی قراره که یه سری امور رو entrench بکنه. entrenchment که میتونیم به تثبیت اون رو ترجمه کنیم، یه معنای خیلی جذاب داره برای بحث ما. یعنی سنگربندی کردن. وقتی شما چیزی رو اینترنش میکنید، سنگر میذارید تا اون رو از جمله مثلا در امان نگه دارید از تعدی، از تجاوز. توی قانون اساسی به مفهوم حقوقی قرار بخشی از فضای زندگی جمعی، برخی از امور زندگی جمعی تثبیت بشن. به این معنی که قانون اساسی دور اونها یک سنگر میچینه. قانون اساسی سنگر میچینه که چی بشه؟ قانون اساسی سنگر میچینه که مقامات و مامورین، مجلس، رهبر، پادشاه و اینها نتونند از این سنگر عبور بکنن و اون چیز رو دستکاری بکنن. وقتی حقهایی در قانون اساسی، حقهای ملت در قانون اساسی میاد، یا وقتی اختیارات یک مقام در قانون اساسی میاد، قانون اساسی به مفهوم حقوقی انگار دور این سنگر چیده، سنگر برقرار کرده. و این سنگر به این مفهومه که مقامات از جمله نمایندگان مجلس ولو با قانونگذاری، از جمله پادشاه و حاکم، حالا هر کی باشه، رئیس جمهور، رهبر، نمیتونن از این سنگر، مجاز نیستن از این سنگر عبور بکنن و دستکاری کنن در اون حقها. قانون اساسی به این معنا قراره سنگر بچینه دوره این حقها و این حقها رو تثبیت بکنه. تثبیت به این معنا که دیگه با قوانین عادی، با مقررات، با دستورات و اینها نشه اونها رو سلب کرد.
قانون اساسی یه سری امور رو تثبیت میکنه. جامعه رو در یک سری از خطوطش کریستال میکنه به طوری که دیگه نتونه تغییر بکنه. یعنی وقتی یه چیزی، یه حق آزادی بیان مثلا در قانون اساسی اومده، بر اساس این فهم حقوقی از قانون اساسی، این دیگه کریستال شده، تثبیت شده، دورش سنگر چیده شده و قوه مقننه 20 سال بعد، 50 سال بعد نمیتونه در اون تغییر ایجاد بکنه. ایجاد تغییر در اون مستلزم چیه؟ مستلزم اصلاح قانون اساسی یا اصلا ایجاد قانون اساسی جدیده. با همین قانون اساسی قوه مقننه یا قوه مجریه در این امر تثبیت شده، این امری که قانون اساسی تثبیتش کرده، دورش سنگر چیده، نمیتونه مداخله بکنه. این امری که قانون اساسی منجمدش کرده رو نمیتونه تغییر بده. بنابراین رفقا این بسیار مهمه. قانون اساسی به خاطر این ایده تثبیت به این میانجامه که حیات سیاسی درش یک شکافی رخ میده. حیات سیاسی به 2 حیطه تقسیم میشه. یه حیطه‌ای که سیاست روزمره، سیاست نرمال میتونه به اون شکل بده، میشه در موردش قانونگذاری کرد، میشه در موردش قوه مجریه اقداماتی صورت بده، قوه قضاییه، این سیاست نرمال. و یه بخشی که از فضای معمولی سیاست حذف میشه، دیگه نمایندگان مجلس نمیتونن تو اون بخش ورود بکنن و تغییر توش ایجاد بکنن. ایجاد تغییر در اون مستلزم اصلاح قانون اساسیه. نمایندگان نمیتونن دور هم بشینن و خلاف قانون اساسی یه قانونی رو تصویب بکنن. پس قانون اساسی تفکیکی صورت میده در فضای معمولی سیاست، در فضای نرمال سیاست و سیاست اساسی، یعنی اون سیاستی که دیگه سرنوشتش دست نمایندگان مردم در مجلس عادی یا در دولت نیستش و با روال عادی قانونگذاری نمیشه اون رو تغییر داد. یه سیاست اساسی داریم و یه فضای سیاست نرمال و روزمره. مردم و نمایندگانشون در این فضای نرمال فقط میتونن دخل و تصرف بکنن و اون فضای اساسی رو تثبیت شده و سنگربندی شده رو نمیتونن تغییر بدن، مگر البته مثلا با یک انقلابی، با اصلاح قانون اساسی، با بازنگری در قانون اساسی و اینها. قانون اساسی منجمد میکنه یه سری امور در حکمرانی، یه سری امور در حکمرانی رو از فضای سیاست روزمره مسون میداره، سنگر دورش میچینه. به خاطر همین بود که توماس جفرسون میگفت که هر نسلی که میاد، حالا طبق برداشت رو هر 19 سال، فهمی که او از مفهوم نسل داشت، هر 19 سال باید یک بازنگری در قانون اساسی بشه، چون میگفت که وگرنه قانون اساسی بدون این بازنگری یعنی حکومت مردگان بر زندگان. خیلی مهمه ایده حکومت مردگان بر زندگان، چون قانون اساسی امور رو داره تثبیت میکنه و به این معناست که یه قانون اساسی که مثلا چند دهه یا چند صد سال ازش گذشته، چند صد سال مثل قانون اساسی ایالات متحده یا چند دهه مثل قانون اساسی ایران، امکان داره به این نتیجه بیانجامه که ما افراد یک نسل نتونیم آنچنان که میخوایم زندگی خودمون رو اداره بکنیم و این منجمد شدن امکان داره مخل زندگی جمعی بشه و اینجا نیاز به شاید تغییر بنیادی قانون اساسی حس بشه و تغییر بنیادی قانون اساسی موجه شمرده بشه. چون اگر قرار باشه قانون اساسی همینطور ادامه پیدا بکنه، معنای حکومت مردگان بر زندگانه.